در این مجموعه از پادکست ها بیشتر در حوزه هوش مصنوعی وارد بشیم و بیشتر در موردش با هم دیگه صحبت کنیم. خوبه که اول از همه ببینیم هوش مصنوعی چیه و چرا حالا اینقدر این موضوع داغ شده و در موردش بحث میشه. هوش مصنوعی یا Artificial Intelligence یکی از برجسته ترین پدیده‌های فناوری در جهان امروزه. اگر بخوایم درک ساده‌ای از هوش مصنوعی داشته باشیم، می‌توانیم آن را به صورت یک سیستم هوشمند تعریف کنیم که می‌تونه داده‌ها را تحلیل و درک کنه و بر اساسش تصمیم‌گیری کنه. به عبارت دیگه، هوش مصنوعی به ماشین‌ها توانایی میده که به شکلی شبیه به انسان‌ها فکر کنند و یاد بگیرند. در طول تاریخ بشر همواره به دنبال ساخت ابزارها و سیستم‌هایی بود که بتونه انجام کارها را سریع‌تر، آسان‌تر و مؤثرتر انجام بده. از زمانی که ماشین‌های ابتدایی مثل چرخ ساخته شدند تا انقلاب صنعتی، فناوری‌های مختلفی ظهور کردند و هر بار باعث تحول شگرفی در زندگی انسان‌ها شدند. اما چیزی که هوش مصنوعی رو متمایز می‌کنه، قابلیت اونها در انجام کارهایی است که پیش از این فقط انسان‌ها می‌تونستن انجام بدن، مانند شناختن چهره‌ها، تصمیم‌گیری در موقعیت‌های پیچیده و حتی تولید محتواهای خلاقانه. خب حالا میخوایم به این نکته برسیم که چرا اینقدر الان هوش مصنوعی مهم شده. پیشرفت‌های اخیری که در حوزه پردازش داده و توانایی محاسباتی به وجود اومده باعث شده که هوش مصنوعی بتونه قابلیت‌های خارق‌العاده‌ای از خودش نشون بده. یکی از عوامل کلیدی این موضوع هم دسترس بودن داده هاست. به کمک اینترنت و ابزارهای دیجیتال حجم عظیمی از داده‌های انسانی، اقتصادی، علمی و اجتماعی جمع‌آوری شده و این داده‌ها خوراک اصلی هوش مصنوعیه و به اون امکان میده که تا الگوها رو تشخیص بده و عملکرد هوشمندانه از خودش بروز بده. در این پیشرفت در سخت افزارهای محاسباتی مثل پردازنده‌های گرافیکی یا GPU و پردازنده‌های تخصصی یادگیری ماشین امکان پردازش حجم بسیار بزرگی از داده‌ها را با سرعت و دقت بالا فراهم کرده. این پیشرفت باعث شده که هوش مصنوعی از آزمایشگاه‌های تحقیقاتی به زندگی روزمره مردم وارد بشه و بسیاری از صنایع، حوزه‌ها از پزشکی و آموزش تا حمل و نقل و هنر تحت تاثیرش قرار بگیره. حالا نکته‌ای که وجود داره چشم‌انداز آیندهش چیه؟ شاید یکی از مهمترین جنبه‌های هوش مصنوعی این باشه که هنوز در ابتدای مسیر هستیم. همونطور که در گذشته هم هیچکس نمیتونست تأثیر کامل برق و اینترنت رو بر زندگی پیش بینی کنه. بسیار از ظرفیت‌ها و چالش‌های هوش مصنوعی هم هنوز ناشناخته هست. انشالله من سعی میکنم توی اپیزودهای بعد عمیق‌تر بخش‌های بعدی موضوع در واقع هوش مصنوعی رو با هم دیگه بحث کنیم و تأثیر این هوش مصنوعی رو بر بازار کار و اشتغال و تأثیرش بر موضوع اخلاق در جامعه و سایر قسمت‌ها رو انشالله با هم بحث خواهیم کرد. بازم ممنونم که ما رو همراهی کردید. با لایک ها و کامنت های خودتون ما رو دلگرم کنید. ممنونم.